امام سجاد فرمودن خدا 2 قدم رو خیلی دوست داره. قدم آدم خیلی ورم داره، قدم ورم داره، عروسی میره، عزا میره، مسجد میره، خدا نکرده مجلس گناه میره. فرمود خدا 2 قدم رو خیلی دوست داره. گوش بدید، خیلی حدیث قشنگ. خدا 2 جرعه هم خیلی دوست داره. 2 نوشیدنی که آدم مینوشه. آدم آب میخوره، شربت میخوره، دور از محضر شما یکی ممکنه شراب بخوره، هر کسی یه چیزی مینوشه دیگه. اما 2 چیزی که آدم بنوشه خدا خیلی. و 3 2 قطره. قطره هم زیاده، قطره آب داریم، قطره بارون داریم، قطره خون داریم، قطره شربت داریم، شد 6 تا. این حدیثه رو دلم میخواد شما اینجا امروز برید بیرون حفظش کنید. 2 قدم، 2 جرعه، 2 قطره. 1 قدمی که انسان در راه خدا برداره، فی سبیل الله، حالا بره کمک به مردم کنه، جهاد بره. قدمی که انسان با اون قدم در واقع بره به خاطر خدا کار یه مؤمنی رو راه بیندازه، بار از دوش مؤمنی برداره. و 2 خطوتون الی ذی رحم قاطع، قدمی که آدم برداره بره به فامیلی که بهش سر نمیزنه سر بزنه. اون که سر میزنه که هنر نیست. عید اومده شما هم الان میرید، دایی عمو خاله 6 ماه نیومده ولی شما میری، هر سال عید شما میری، اون اصلا نمیاد. این 2 قدم رو خدا خیلی دوست داره. قدمی که در راه خدا برای کمک به مؤمن، قدمی که برای رسیدگی به فامیلی که قاطع. داوود رقی از اصحاب امام صادق میگه یه پسرعمویی داشتم هیچ وقت به ما سر نمیزد، با ما قهرم بود، خیلی هم آدم علیه السلامی نبود، حالا با امام صادق هم خیلی رابطش خوب نبود. میگه من میخواستم برم مکه، گفتم برم یه خداحافظی با این بکنم، حالا بده، یه کادویی هم گرفتم و رفتم بهش دادم و خداحافظی کردم و رفتم مکه و اومدم خدمت امام صادق. تا آقا ما رو دید، خب هر سال خدمت آقا میرسیدم، اما امسال خیلی ما رو تحویل گرفت، بلند شد تو آغوش گرفت، فرمود یا داوود سرنی، خوشحالم کردی. سرنی، چه کار خوشحالم کرد؟ صلتو کل ابن عمک، اینی که رفتی پسر عمود سر زدی. حالا ما این همه کار کرده بودیم، آقا همین یکی رو فرمود سر. گفتم آقا اون به من سر نمیزنه، فرمود عمرش کوتاه میشه، تو کار خودتو انجام بده. البته حالا بعضی فامیلا فاسدن، اهل شرابن، اهل معصیه، اونو من کاری ندارم، آدم نره یه پیامکی هم بزنه، این صله رحم خودش، یه جا همدیگر. اما الان بین متدینین گاهی قهره، گاهی بین نمازخونا، هر دو مسجدی، هر دو متدین. در روایت داریم 2 مؤمن بیش از 3 روز با هم